روز 24 ایون سال جاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نویای نورآباد بینای کارخانه فرعی دولتی خوجگی منزلی و کمونالی را مورد بهره برداری قرار داده با شرایط آن از نزدیک آشنا شدند. بینای مذکور از دو آشیانه و تخانه عبارت بوده. ساختمانی آن سال 2015 آغاز یافته بود. انشاء در مساحت 0 از 144 گکتار زمین بنیاد یافته برای فعالیت پرثمر در آن شرایط مساعد کاری فراهم آورده شده است. بنا از 14 اتاق کاری عبارت بوده. با دستگاه و تجهیزات ضروری تامین میباشد. شکرانه وحدت ملی، شکرانه سرور دولت که یک بینای با حشمت زیبا برها به ساحه کارمندان ساحه کمونالی تحفه کردند. این تحفه برای ما به نهایت قیمت میزد، برای که سالهای دراز شد که ما کارمندان ساحه مؤسسه خود را نداشتیم. از این خرسندی ما بالاتر نیست. اطلاع داده شد که همچنین بینای نوبنیاد دارای حمام، آشخانه با 20 جای نشست و دیگر انشاءات یاری رسان بوده. موافق لایحه مساحت خود بنا 496 و 147 متر مربع را تشکیل می‌دهد. تمام اتاق‌های کاری با میز و کرسی و دیگر اشیاء ضروری تامین بوده. من بعد امکانیت می‌دهد که با استفاده از چنین شرایط به اهالی نویه خدمت رسانی با صفت و سری وقتی کمونالی رسانیده شود. همزمان کارمندان ساحه در شرایط موافق کار خود را برآ خواهند ماند. ضمن شناسایی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده کارمندان ساحه دستور دادند که شرایط فراهم آورده شده را با ثمر استفاده برده سطح و صفت خدمت رسانی را به اهالی نویه باز هم بهتر نمایند. نمای بیرونی بینای کارخانه فرعی دولتی خوجگی منزلی و کمونالی با نظرداشت طلبات معاصر شهرسازی و صنعت بلند معماری آرایش یافته گرد و اطراف انشاءات با گل و بوته‌های زیبا زینت داده شده است. لایحه انشاءات مذکور از جانب جمعیت سهامی شکل گشوده کارز لایحه تهیه گردیده است. در رفت کارهای بنیادکاری در انشاءات 42 نفر از شهروندان محلی صاحب جای کار گردیدند. باوری داریم که بینای مذکور سالیان زیاد به مردم ناحیه نورآباد و کارمندان کارخانه مذکور خدمت می‌رساند. کارمندان کارخانه فرعی دولتی خوجگی منزلی و کمونالی در نویای نورآباد به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای چنین یک تحفه ارزنده در عرفه تجلیل روز وحدت ملی اظهار منتداری نمودند.